علیکم. داملای شیرین سخن که حاجی میرزا، در مسجد ما جوانان عموما در صف اول نمی نشینند، چون که جوانان را موی سفیدان نمی گذارند که در صف اول نشینند. حکمش در نزد خدا چیست؟ پیغمبر خدا در حدیث های مبارک برای احترام موی سفیدها گفتگی ها دارد. ما موی سفیدها را البته احترام میکنیم، به قدر موی سفیدها میرسیم، زیرا روز از روزها شما هم موی سفید میشوید و میخواهید که باید که باز جوانها شما را هم چیکار کند؟ احترام کند. ما همه وقت باید که احترام موی سفیدها کنیم، احترام همون مادرهای پیرانسال به جا بیاریم. لیکن در مسئله در صف اول ننشستن جوانها، اینجا موی سفیدها حقوق ندارند. یعنی وقتی جوان است می آید، وقتی در صف اول در مسجد می نشیند، حتی داملا هم حقوق ندارد که وی از جاش خیزاند یک نفر دیگر در اونجا نشاند. زیرا اونجا جوانی هست که از ساعت 9-10 بیچاره برای که من در صف اول نشینم و صحبت را خوب گوش کنم گفته از راههای دور آمده با یک اخلاص خیلی بلندی حاضر می شود. اگر ما وی از دستش گرفته و مثال از جاش خیزانیم، آیا در این ما و شما گناهگار میشیم؟ در مسجد هیچ کس حکم کرد. حتی حبیب خدا را بینید، لا تعظیمونی فی بیت ربی، مرا در مسجد الله چیکار نکنید؟ تعظیم نکنید گفتن. از این خاطر کدام جوانی که در صف اولم که باشد، اگر همون موی سفیدی که آمد از پس همون جوانم که نشست هر جای خالی یافت و نشست، انشاءالله در این ثواب بگیرد از اوی که یک جوان از جاش میخیزاند و در جای وی می نشیند. این در حقوق نداریم.